فرعی بود. اوی اختلاف هم منجر به این نبود که یکی پشت دیگه اقتدا نکنه، یکی دیگه خدا بد بگوید. هر کدام نظر دیگر را چی داشت؟ احترام داشت. بلکه این طور فکر میکرد که بله شده میتونه نظری مخالفی از ما کده چی باشه؟ درستتر باشه. لیکن پسان این گپ در سرحدی رسید که هر کس مذهب خود وحی چی دانست او دیگر را چی گفت؟ میگه باطل. آلی همون طور حال است یا نه؟ ما رد مذاهب به این حیثیت نمی کنیم که اماما مسائل کشیده و ما قبول نداریم، بس هر رو چشم قبول داریم. هر موضوع مسئله را که و اجتهاد کرده خب بله امی قدر عقیده داریم که مجتهد هستن خطا میشن. مجتهد هستن اوی را ما میگیم یا پیغمبر میگه هر مجتهد چی میشه؟ هم ده ثواب میرسم خطا. زمانی که ما میگیم که یک امام خطا شده، مثل که شیخ البانی در روش نماز در مقدمه گفته، ما نسبت عیب به امام نمی کنیم. در اینجا نسبت عیب به امام نیست، بلکه ما میگیم که او یک اجر برده قی خود. که گفتیم فلانی امام خطا شده چی معنا داره؟ یک اجر قطعی خود برده. که میگم به ثواب است، 2 اجر قطعی خود برده. غیر از پیغمبر دیگه کس معصوم شده میتونه؟ آرا و نظریات غیر از پیغمبر از دیگه کس کلش حق شده میتونه؟ نمیتونه. از همون خاطر ما میگیم که بیای با نصوص رجوع کنیم. کتاب الله و سنت رسول الله موجود است، ترازو یا معیار وجود داره. بیای دیگه طول کده بریم، طول کده میریم. هر جایی که نظر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قرین موافق هماهنگ با امرای قرآن حدیث بود، همونجا نظر کی را بپذیریم؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. در یک موضوع دیگه که دیدیم که نظر احمد ابن حنبل رحمت الله علیه موافق و قرین کی بود؟ حدیث بود. از کی را بپذیریم؟ از احمد ابن حنبل. در جای دیگه نظر امام مالک رحمت الله علیه قرین و موافق کیست؟ حدیث. باید از او را بپذیریم. در جای دیگه از امام شافعی رحمت الله علیه. در یک جایی میاد که نظر یک کدامشان قرین و موافق نبود. مسئله طلاق سیگانه میاد، یک مذهب والا هم ایره قائل نیست که در یک مجلس طلاق بدی یک طلاق شوه. لیکن قرین به حدیث اینطور نظری است که از 4 مذهب بیرون است. او را باید بپذیریم. او را باید چی کنیم؟ تقاضای جامعه امام است و باید بپذیریم امام. او پذیرفته هم علمای ایتونه که 1 و 2 عالم به 23 عالم هر مذهب قول بمو چی کرده؟ بمو فکر و نظر کرده بدون از اینکه از 4 مذهب بگوید. نه، ما که نظری هر کسی موافق قرآن و حدیث باشه باید بپذیریم. امی دین است. به الله قسم دیگه دین نیست. اگر تو میگی که نه کلی نظریات امام ابو حنیفه حق است، شوافی بخیزه کلی نظریات امام شافعی را حق بدانه، حنبلی ها بخیزه کلی نظریات احمد ابن حنبل حق بگویا، و مالکی ها بخیزه کلی نظریات امام مالک رحمت الله علیهم حق بگویا. این درست است؟ حق یکی است یا 4 تا؟ حق خود 4 تا نشده نمیتونه، 1 تا است. از همون خاطر ما باید پشت حق بگردیم و پشت حق روان شویم. آلی با ضد و عناد باید طرفداری و تعصب از مذهب نکنیم که میدانیم خب در کتاب الله کسی اختلاف داره، در حدیث صحیح پیغمبر کسی اختلاف داره، بس دیگه میپذیریم امی دین است. دعوت ما نمیست، دعوت ما نمیسته. کل ما با یک نقطه جمع میشیم، هیچ نوع اختلاف نیسته. بله مسائل فروعی است، رفع الیدین میکنی نمیکنی دلیل. در مسجد ما اینطور مردم قطعا هسته که رفع الیدین نمیکنی، دست در زیر ناف گرفته آمین بزرگ نمیگه. ما از مسجد کشیدیم شد؟ نه، محبتی کامل قطعش داریم. نظری اون همونطور است، همونطور نظرش احترام داریم، بعد نمیگیم شد. لیکن تو مرا نمیپذیری، من تو را میپذیرم. بگوی من تو را میپذیرم، خود تو مرا نمیپذیری. جنجال برانوار میکنی، مردم سرم تحریک میکنی، همونجا مرا لط میکنه. چرا؟ چی گناه کردیم؟ زنا کردیم یا دروغ گفتیم؟ غیبت کردیم یا دزدی؟ عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم، سنت رسول الله را عملی کرده. تو بگو دیگه ملا صاحب و روز قیامت به الله جواب داده میتونی؟ شاید جواب داده بتونی، تو خیلی زورآور هستی. ام حسبت من تدخل الجنه، الله علی برتون میگه امتحان میکنه تونه. سلفی شدن، ما که سلفی میگم این معنی نداره که یک تنظیم است برادرها، یعنی ما به منهج سلف که روان میشیم، آلی دیگه طرفداری و تعصب از یک مذهب خاص نمیکنیم. اینی را میگه دعوت به سوی قرآن و حدیث میدیم. تنها به گفتن جنت کمایی کده میتونیم؟
نه تا وقتی که در مسجدها قطی چپلق زده نشوی. صحیح پدر عاق نکنه تانه، یک دفعه قوم اعلان کنه که مرده و زنده و شما جدا. اینطوری که پاکی آمد باز شما سلفی واقعی میشه. خب در غیر از اون نمیشه. چرا نمیشه؟ الله میگم حسبتم آیا شما گمان داره ان تدخلوا الجنه که در جنت داخل شوه ولما یاتکم تعالی نامده برتان مثل الذین حالات او کسانی که خلو پیشتر شده من قبلکم پیش از شما که پیشتر شده حالاتی از سرتان نامده. چه حالتا بود که سرشان آمده بود؟ مستهم الباسا رسیده بود برشان تکالیف مالی، آنقدر اقتصاد ضعیف شد که هیچ ده بیگاه و سبا نداشته. مردم هم همکاری قرض براتان نمیداد. چرا نمیداد؟ به خاطری که تو را میگفتی از مذهب برآمده از مذهب برآمده ندی چیزا. و برا تکالیف بدنی محنتا سرتان رسیده محنتا رسیده بود برشان. و زلزلو جنبانیده شده بودن، آنقدر پای در زمین نمیچسبید از روزگار از صحت، در بدر خاک بسر شده بودی. تا او وقت حتی یقول الرسول، تایی که پیغمبر میگفت والذین آمنوا معه، و کسایی که ایمان امرای پیغمبر آورده بود چی میگفتن؟ متی نصر الله. سخت حالت خیلی سخت میشد. میگفت نصرت الله کی است؟ دیره بی وقت بود که الله آواز میداد الله خبردار این نصر الله قریب، نصرت الله نزدیک است. شما همت از دست نده، بله دین ما دین تکلیف است. اتو نیست که تو توحید بیان کنی مردم دا گردنت گل پرتا. اتو نیست. تو بیا با بسیار دلسوزانه قرآن باز کو. قرآن اما قرآنی که هر روز تلاوت میکنه شروع کو بگو الحمدلله، تشریک و معزی ایره تشریک کن. کل صفتای کمال مخصوصی کیست؟ کل صفتای کمال مخصوصی کیست؟ قادر مطلق کیست؟ حاجت روا و مشکل کشا کیست؟ باز بگو که حاجت روا و مشکل کشا که یک الله شد. شاید و شمشیر علیه رحمه. مشکل کشا و حاجت روا شدن نمیتونه، یکی دیگه خدا میتونه سعی میکنه. چی میگه؟ بخیزی یه آدم پیدا شده برادر اولیاء را قبول نداره اولیاء را به الوهیت قبول نداره. جار و جنجال غال مغال میخیزه، حیران میمانی. قرآن در پیش روی سیکو که از اون طرف قمارباز بیا که برای که ولی چریت میکنه قمارباز که او قمار میزنه دین ایش نمیشناسه، در مقابلت میخیزه. الله تبارک و تعالی برای تسلی ما، تسلی پیغمبر علیه السلام و صحابه این حالات بیان میکنه. ایره چرا بیان میکنه؟ ایره در زمانی بیان میکنه صحابه در جنگ خندق بود، حالات خیلی ناگوار بود، یقینا روزگار خراب بود، نان نفقه وجود نداشت، حالت کل دنیا ناتوار جمع شده بود حمله سری مدینه منوره. تعهد و قرارداد امی گروه های جنگی امی بود که نام اسلام دیگه نعوذ بالله از نقشه زمین میورداریم. و منافقین یهودی مدینه هم توافق کردن امرایی که احزاب. پیغمبر علیه السلام سخت در حالت سختی قرار داشت، خصوصا که خبر شد که یهود هم دست قطع ازوا یکی کرده. بسیار ناگوار وقت بود. قرآن خودش یاد میکنه که جنگ احزاب کدام سختی ها سری صحابه آمده بود. پیغمبر علیه السلام و صحابه گفت که چی وقت یا رسول الله نصرت الله؟ گفتم می قدر به می قدر گفتن میگی که البته در جنت داخل شد. مردمای سابقه در یکیش آورده میشد، اره در فرق سرش مانده میشد تا 60 پای اره میشد، دون نصف میفتاد، لیکن از عقیدهش کسی او را گشتانده نمیتونه. شما همینطور داخل میشی؟ نه، صحابه درک کرده بودن که ما کدام ملت هستیم. پذیرفتن این عقیده چی ثمرات داره؟ اول ثمرش نمیسته عاق کردن پدر، دوم کشیدن خانه، سوم مهاجر کردن، پنجم در زیر چی؟ ریگا خواندن و لط کردن، ششم از همه نعمتها و لذتهای دنیا بالکل محروم شدن. برو بخیر. اینی حالتا را میفهمیدن که دین اسلام اینی حالتا را داره. امروز برای ما و شما هم امی درس است. اگر به دین واقعی قرآن و حدیث پس رجوع میکنی، این را بدانی برادرم که
تو به می قسم چیست در جنت داخل نمیشی. تو یک سلسله مشکلات در پیش نظر بگی، میای سرت آمده نیست، روز دی فرا برسه که شو تا صبح گریان کنی که یا الله چی جرم دارم. و هم اقارب دشمن قطعی تو باشه، اقارب قریبت، ماما، کاکا، بابا، یه مردم تو را بد بگوید. روزی فرا می رسید، پدری ما که می آمد در جنازه رفته بود، برش می گفتم جنازه شده ایل اسقاط شد، کلکی خود تواری نیست، ملا 1000 روپیه خود در جیب خود زد. یعنی تو والدیم چی می گفت؟ بچه این دیگه ملاست یا یک تو ملاستی؟ دیگه ملا هم هست یا نه؟ ولی یا دیگه هم سبق خونده یا نخونده؟ خب والده بود دیگه. می گفت او 8 خاله داشتم، 7 خاله که می آمد گریان میکرد باز. خور زاده مردم تو را اینطور میگم. ما در جنگ هستیم، بسیار زور میده. خب باز مردم چی میکنن؟ کسی که دوست داشته باشه در پیش شما که میشناسه که شما پیش مولوی متوکل میری، باز اونجا چی میکنه؟ یک دو به ما میزنه. میزنه به خاطری که تو را در رنج مندازه، تو را در تکلیف مندازه. این حالت آمده. ولی یقین به الله بکنه که اونجا آدم درک میکنه که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت دین چه قسم داده، چه تکلیفا و مشقتها را تیر کرده. ما خود در جامعه اسلام هستیم، اگر 20 مخالف داریم 2 تا بگوی طرفدار هم داریم، ولی وا به جان او شخصیتی که یک نفرم قطعش نبود که امی قدر بگوید که گپ حق میزنه. اونو وقت قدر دین برای انسان معلوم میشه که واقعا دین همونطور نآمده در اینجا. دین بسیار مردم ها تکلیف کشیده، جان خود قربان کرده، مال خود قربان کرده، وقتی خود قربان کرده، خوی دین آبیاری کرده، در ثمر رسانده. به ما هم ضرورت است، در می عصر به ما و شما هم ضرورت است که دین الله را آبیاری کنیم. احیای قرآن و سنت، کتاب الله را و سنت رسول الله را در جامعه خود رشد بدیم، زنده کنیم، مردم متوجه ازی بسازیم و بگویم که دینی که سلف داشتی نمی رقم بیای پشتی امو آرا و نظریات مردم نگردیم، بگذاریم بلی اون نظری که موافق قرآن و حدیث است به 100 صورت چشم قبول داریم، اما اینطور نمیگیم که هر نظر قابل قبول است. قرآن برای ما تسلی میده، او بزرگترین تسلی است. یقینا انسان وقت مواجه به مشکل میشه و این آیت بخوانی، باز خو میگی سرما خو اینطور حالت نامده که من رش شده باشم، سرما خو کمترین تکلیف آمده، خیر است الله تیر میکنه. خو من میگم زندگی انسان که امیر رقم فراز و نشیب نداشت لذت داره؟ قطعا لذت نداره. اما دینم لذت نداره. یقین بکن که همینطور تکلیف آدم نکشه. قرآن امیر بر ما میگه ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، آیا شما گمان داری که داخل شوید در جنت؟ ولما یاتکم، در حالی که نامده برایتان، مثل الذین، حالات ناگواری او کسانی که خلو پیش تیر شده، من قبلکم، پیش از شما، بلکه شما منتظر هم حالات ناگوار داشته باشه. چرا؟ کسی که دین حق میپذیره، از او دفاع میکنه، اتمن رو برو میشه. مستهم الباسا، رسیده بود برای قومای سابقه که پیش از شما تیر شده بودن، لیکن راه حق اختیار کرده بودن، دین حق، رسیده بود برشان الباسا، تکالیف مالی، سختی مالی، یعنی فقر، فاقگی سرشان آمده بود، دست خالی داشتن. امروز از موحدین هیچ چیزی نداره یقینا. و الضراء، رسیده بود برشان تکالیف بدنی، محنتا و زحمتا، رنج بودن. صحابه کرام چی رنجا را دیدن؟ هجرت کردن، جهاد کردن. و زلزلو، جنبانیده شده بودن در زندگی. مردم که میگه در زندگی خود سر ما بسیار برم حرکت داده شد، بی پای شدم که قطی پای گرفتن نمیشود. حتی یقول الرسول، تایی که میگفت پیغمبر، والذین آمنوا معه، کسایی که ایمان آورده بود امرای پیغمبر، هر کدامشان دست و تو آمده بود، دیگه حوصله باقی نمانده بود. میگفتن متی نصر الله، کی است امداد الله تبارک و تعالی؟ در مطر حالتا به امداد الله آواز میدادن. چرا؟ سرنوشت بسیار خراب میشد. الا خبردار ان نصر الله، یقینا نصرت الله، الا ان نصر الله، یقینا نصرت الله قریب نزدیک است. یعنی نمی راه است برای پیروزی، تکلیف و مشقت، فقر و فاقگی سرتان بیاید. ایمان و جهاد سبب راه نصرت است.
الا خبردار این نصر الله قریب، نصرت الله نزدیک است. چرا؟ نصرت الله در ایمان و جهاد است. ایمان و جهاد شما پرورش بده، بالکل شما کامیاب میشه. یا محنت و بلا کشیدن، یا صبر و ثبات اختیار کردن، یا توجه به یک الله. زمان برسه که تو دیگه چاره نداری، کسی را امداد کننده طرفدار پشتیوان پیدا نکنی، یک دم توجه طرفی کی پیدا شود؟ یک الله. اونجا نصرت الله می آید. بعد از اون نصرت الله می آید. یسألونک ماذا ینفقون. دیگه سوال صحابه، چه چیزا مصرف کنه در راه الله تبارک و تعالی؟ چه چیزا مصرف بکنه؟ در اینجا دو روایت آمده. یک سوال از جای مصرف است، برای کی بده؟ او در یک روایت آمده که نه، چی چیزا و برای کی مصرف کنه؟ الله هر دو را جواب داد. قل بگوی پیامبر علیه السلام ما انفقتم من خیر، چیزی را که شما مصرف میکنی، من خیر از مال. خیر اینجا شامل هر چیز میشه، کم باشه یا زیاد، هر چیزی که مصرف میکنی. مهم جای مصرف است. این مهم نیست چی را مصرف میکنی، هر چیزی که در دست داری مصرف کو، خدا کجا مصرف کو، این خیلی مهم است. فللوالدین، برای پدر و مادر مصرف کو، والاقربین، به کسایی که رشته قرابت به تو داره، والیتاما، یتیمارا، والمساکین، مسکینارا، و ابن السبیل، به مسافرا. گبزی بزن در کجا مصرف میکنی، این خیلی مهم است. از این سوال نکو که چی چیزه، بس چیزی که در قطعت است، کم است زیاد است. از همون خاطر الله تبارک و تعالی بعد از او میگه که هر کاری خیر میکنی، از این سوال نکو، سوال به این بکو که در کجا مصرف کنم. این خیلی اهمیت داره. قرآن درس داد که ما باید تلاش بکنیم که مال ما کجا مصرف شود. مصرف خو خیلی زیاد میکنه، مسابقه سیرت هم میگیره. مالدارا و تجارای ما حتی به اول نمره بگوی موتری که قیمتی چند $20,000 و $30,000 داشته باشه برای از او میده. چرا که تو تاریخ وفاتو بگوی پیدایش پیغمبر علیه السلام خواب یاد داری، در ظاهر حلیش هم میبینی امی آدمی که اول نمره شده که یک حرکتش هم به سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم برابر نیسته، خودتن تاریخ یک چی را یاد داره؟ وفاتو بگوی مرگ از پیدا شدن دیگه. اینی قدر جایزه برش میده، اینی قدر جایزه. مصرف خو میشه، خود در کجا شود قرآن بر دادرس میده. فللوالدین، برای پدر و مادر مصرف کو. دوا کار دارد، تو دوا برش نمیاری، دلش به گوشت گوسفند میشه نمیاری، دلش به میوه های گوناگون میشه، لیکن تو یک روز از پیششان سوال نکردی که چی چیز در دلت میگرده؟ ای پدر جان، مادر جان، تو در خانه افتاده هستی، در بازار نمیری، میوه ها را نمیبینی، خامخا در دلت چیزی میگرده؟ در افغانستان حق پدر و مادر داده میشه؟ قطعا نمیشه. بری از پدر و مادر ریشتفید سوال کنی که بوجیار از شکایت پر کرده، با مجرده که تو پالش بشینی شروع از شکایت از سنو از چی است بچه است، هست یا نیست؟ خب قرآن میگه فللوالدین، به پدر و مادر مصرف کو اول. بعد از او برات میگه والاقربین، کسایی که رشته قطعی تو داره، همشیریت است، برادریت است، کاکایت است، مامایت است، خالیت است، خالزادیت است، بچه کاکاست، دستی گدایی را به مردم دراز کرده، نوکری مردم کرده رایسته، او تو بالا باد کرده رایستی. وارا چیزی نمیدی، لیکن وکیل صاحب و حاجی صاحب و سرمعلم و مدیر صاحب کلگیر هر روز کارتای ختم روان کرده رایستی، اینجا دعوت داده رایستی، 2 پیازه را سرش خورده رایستی. چرا؟ قرآن برات چی آدرس میده؟ ملا صاحبی ما در سر منبری را گفته تقریر کرده، نمیکنه تقریر. باز دیگه پنجشنبه چی میگه؟ گم کدم یک پنجشنبه که شکم خوب چرب میشه. حاجی صاحبان برش میگه الله خیر بده، بسیار خوب آدم است. والا باز دیگه را چی میگه؟ نه خیر است، یک حاجی دیگه هم پیدا شده، او هم دیگر پنجشنبه ختم میکنه. باز چی میگه؟ دیگهش بر چی میگه؟ این از طرف صبح نگیری مناسب، خوب این از طرف پیشین بگی، 2 تا را باز یک دفعه کی خورده میتونی، حل نمیتونی. اگر آمد برات باز بگو که بعد از پیشین باشه. اما تو راست یا نیست؟ اما تو راست. قرآن آدرس میده که در کجا مصرف شود. بعد از او برات میگه والیتاما، کسایی که سرپرست نداره تشریح کرده، دیگه ضرورت به تشریح نیست. والمساکین، کسایی که ضرورت داره یقینا که نه کار است، نه روزگار است، نه پول است، نه درآمد. و ابن السبیل، مسافر. باز الله برات میگه چی سوال داری چی چیزا مصرف کنم؟
و ما تفعلوا هر چیزی که شما انجام میده من خیر از کاری که موافق شریعت باشه، اگر نفقه و صدقه مال باشه، علم باشه، آبرو باشه، عزت باشه، قوت باشه، خود در راه الله باشه و خیر باشه، هر چیزی که باشه، فإن الله به علیم، یقینا الله سرش علم داره، ضایع نمیشه. ادناترین گپی حق که میگی، امر بالمعروف میکنی، یک دانه سنگ از راه دور بکو، الله سرش علم داره و الله ضایع نمیکنه اجرتا. چی سوال داری که چی چیزا مصرف کنم چی چیزا نه؟ پشتی سر می الله اونجا با سوال از این میشه که چی چیزا مصرف کنم، الله میگه قل العفو، چیزی زاید داده بود، چی سوال داری؟ سوال از این بکی که در کجا مصرف شود. ان شاء الله پشتی سر بر ما میاد که کسایی که در راه الله مصرف میکنه مثال یو آدم چی رقم است. کتب علیکم القتال، فرض کرده شده بالای شما جهاد، و هو کره لکم، یقینا نمی جهاد ناپسند است، یعنی در طبیعت شما زشت است، لکم برای شما. چرا؟ در اینجا خود از بین بردن مال است، بین بردن وقت، ضایع کردن در نظری ظاهری برات معلوم میشه. طبیعت انسانی جهاد خوب نمیبینه. چرا؟ نفس ما همیشه میگه راحت در کوچا بشینم، ارکندیشنم چالان باشه، نان هم دیگه کس برم بیاره، دست مرم چی بکنه؟ دیگه کس چیستا بشویه. نه اینی رقم باشم خوش هستم. خو الله کی را دوست داره؟ کدام قسم زندگی را دوست داره و چه قسم زندگی را الله دوست داره؟ الله میگه کتب علیکم الصیام، قتال فرض کرده شده، مقرر کرده شده علیکم بالای شما، القتال حکم جهاد، و هو کره لکم، زشت است به طبیعت شما برای شما، و عسا ان تکرهوا، بسیار کرد ان تکرهوا شما زشت میدانی شیئا یک چیزی را، و هو خیر لکم، او برش در حقیقت واقع بهتر می باشه برای شما، و عسا ان تحبوا شیئا، بسیار کرد شما دوست داری یک چیزی را، و هو شر لکم، در حقیقت واقع و بد می باشه برای شما، والله یعلم، میدانه الله حقیقت و حال اشیا را، و انتم لا تعلمون، شما نمیدانی. پس با خیریت و خوبی یک شی حکم کرده نمیتونه. قرآن بر ما میاد اینجا چی میگه الله تبارک و تعالی؟ اجازه جهاد داده شد در سوره حج برای مسلمان ها، بعد از جهاد داده شد که در ماهای حرم هم باشه که و تعرض میکنه شما مقابله بکنه. اینجا حکم جهاد آمد که فرض کرده شده است بالای شما. خو اگر چی در ظاهر نظر طبیعت شما ایرا یک کمی زشت میدانه، خوی زشتی طبیعی است. دو قسم زشتی است، یکی طبیعی یکی شرعی. زشتی طبیعی چی را میگه؟ دکتر برات شربت نوشته کرده، خو شربت آنقدر بدمزه است که هر چی که میکنی همین نفست قبول نداره، خو بنابر گفته طبیب دکتر تو را چی میکنی؟ میخوریشه. اینمی نه قبول کردن یا شربت بد دانستنی کدام طبیعت چی زشتی است؟ بگوی بد دانستن است؟ بد دانستنی طبیعی است. در بیرون امر توی را بد نمیدانی، چرا دکتر برات گفته سبب شفایت میشه، از دو خاطر تو با میزشتی خودم امیر میخوری. در این قسم احکام اسلام هم دو قسم است، یکی بد دانستن شرعی است، یکی طبیعی است. بد دانستن شرعی او را میگه که تو سرش عمل نمیکنی، انتقاد سر الله میکنی، مثل که آلی زن بگوید که الله چرا حجاب فرض کرده، مرد بگوید که الله چیست چرا نماز فرض کرده. این قسم انتقاد اعتراض میکنی، این را میگه زشتی شرعی که در شریعت تو این را زشت میدانی. یکی طبیعت است، طبیعت این را زشت میدانه. یقینا برو خود قدم ارمی در مقابل دشمن یک دم به ما سرت میفته و تو بازم مبارزه بکو، خو میموری. طبیعت انسانی را قبول نداره. قرآن کریم در یک نکته همه سوالات جواب داد. یک مرتبه الله گفت بسیار کرت میشه که یک چیز در ظاهر برای تو خوش نباشه، در حقیقت خوب باشه، و بسیار کرد یک چیز در ظاهر برات خوب است اما در حقیقت خوب نیست. در ظاهر برای تو ترک جهاد خوب معلوم میشه، خود در حقیقت جهاد برای تو خوب است. چرا؟ جهاد مایه عزت و سر بلندی توست. جهاد توسط جهاد تو امو ثوابا را، امو امتیازات کمایی میکنی که دیگر را کمایی کرده نمیتونی. جهاد است که امو درجاتی که در جنت برای تو مقرر شده شهید، ایتا فقط و فقط برای جهاد حاصل میشه، دیگر رایج نداره.
از او خاطر در ظاهر توی را بد میدانی، خود در حقیقت مایه افتخار زندگیت است. او در ظاهر بد میدانی، بسیار کرد تو یک چیز خوب میدانی، او بد است، خوب بد میدانی، او خوب است. بعد از الله به طریق اجمال گفت که والله اعلم و انتم لا. الله علم داره. اشاره میکنه به یک قاعده، مهارت انسانی یا زیرکی و هوشیاری انسانی چقدر است؟ محدود است یا بی نهایت است؟ خیلی محدود است. مهارت انسانی حتی کار نمیتونه که سبا و دیگه سبای خود سنجش کنه و بالکل امور رقم واقع شود، موافق واقع شود. بسا اوقات ما و شما تدبیر میگیریم که در ظرف یک هفته ما نقصان نکنیم یا اینی کار علیه ما واقع نشود. میبینی که یک ساعت بعد امور کار علیه چی میشه؟ واقع میشه. معلوم شد که مهارت انسانی در این میدان بیچاره دیگه درمانده و چیسته ناچار است. خیر، چطور میتونیم ما همه خوبی ها را در زندگی خود معلوم بکنیم؟ ضرورت به علم وحی داریم. علم چی داریم؟ علم وحی کتاب کیست؟ در روشنی کتاب الله ما برنامه زندگی خود عیار میکنیم. اگر عیار کردیم به موافق اوامر قرآن کریم، ما میفهمیم که کامیاب هستیم، حتما کامیاب هستیم. در جایی که قرآن امر کرده انجام بده انجام میدیم، که من نکرده من نمیشیم. یقینا انسان در خطر میفته؟ قطعا نمیفته، نه از روی مسئله دنیایش نه از روی مسئله چی؟ آخرتیش. چرا که الله خوب میدونه و ما نمیدانیم. در این اشاره به این هم کرد که جهاد یک امری است که بسیار عظیم است به نزد الله. کدام مصلحت‌ها و کدام امتیازاتی که الله در جهاد برای مسلمان مانده، دیگه چیز نمانده. از او خاطر پیغمبر علیه السلام سنام اسلام چی معرفی کرده؟ جهاد. سنام کوهان شتر میگه، در شتر کوهانش بلند است، توجه هر کس طرف هم از او میباشه.